در عرفه سال نو روز 29 دکامبر حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک جلسه که به شکل آنلاین دایر شد از یک سال فعالیت خود نتیجه گیری کرده است. مسئول بخش اطلاعات و تبلیغات گروه 24 بیروز تقوی‌زاده در این جلسه گفته است این حرکت اپوزیسیونی در یک سال اخیر 305 برنامه ویژه سیاسی و اطلاعاتی به مثل صدای مردم، حق و باطل و سمت نو تهیه کرد که آنها را در مجموع بیش از 23 میلیون مراتبه تماشا کردند. در جلسه معاون رئیس گروه 24 حسین اشورف درباره 4 تغییرات کادری در هیئت رهبری این سازمان خبر داده است. از جمله نوردین رضایی از مقام مسئول روابط بین المللی آزاد کرده شده و به جای او سیدعلی اشورف که تا کنون سخنگوی این حرکت بود تعیین شده است. به نوبت خود عبیدالله ناصرف که تا کنون مسئول بخش فرهنگ بود به جای سیدعلی اشورف سخنگوی گروه 24 تعیین گردیده و همچنین محمد رجب سیدعلیف نماینده این حرکت در کشورهای اتحاد اروپا تعیین شده است. سیدعلیف تا کنون مسئول گروه 24 در آلمان بود. در عموم یک سال اخیر برای این حرکت اپوزیسیونی سال پرچالش بود. دو عضو فعال آن شهاب‌الدین بدل و رحمتجان محمدجان را از روسیه به طور مرموز به تاجیکستان استرداد کرده در آنجا به سالهای طولانی محکوم به زندان کردند. همین طور روز 30 دکامبر همگی یک روز بعد از نشست سالانه گروه 24 نماینده آن در ترکیه نسیم شریفوف در شهر استانبول دستگیر شد. گروه 24 سال 2012 از جانب صاحبکار عمرعلی قوتوف بعد فرارش از تاجیکستان تشکیل شده. سال 2014 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت گروه 24 در کشور منع کرده شد. مقامات این گروه را به افراطگرایی و کوشش سرنگون کردن حکومت کنونی با روی زورآوری عیبدار میکنند. گروه 24 حالا اساساً در اروپا عمل میکند.